تهدیدات نظامی است. حکومت اسلامی میدونه مذاکره بکنه، یعنی سپاه رو منحل بکنه، اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، چندین مورد دیگر، خب باخته بازی رو. و این فرصت یک اپورتیونیتی برای ملت ایرانی که بریزه تو خیابونها. دوم میدونه که اینها نمیتوانند صلح جویانه بیان مسائلی رو که ترامپ روی میز گذاشته بپذیرن. پس میگن آقا ما ترجیح میدیم اینها بیاین بمبارانمان بکنن ولی ما باز بتونیم حکومتمون رو ادامه بدیم. برای ما فرق نمیکنه مردم گرسنه باشن، برای ما فرق نمیکنه چند 10,000 زندان سیاسی داشته باشیم، برای ما فرق نمیکنه به جایی مثلا 10 تا اعدام 100 تا اعدام میکنیم. در این عرصه هموطنان نازنینم شاید آخرین تیر ترکش و حلقه های ماجراجویی و بحران آفرینی پر از ریسک رژیم اشغالگر اسلامی توهم نجات بخش، یعنی وسوسه و هوس چیدن میوه ممنوعه و گریز به هسته‌ای باشه. چه بسا خطرات این مسئله به مراتب بیش از نداشتن یک سلاح هسته‌ای است. خامنه‌ای با تکرار توهم گذشته مجددا راه حل رو در داخل و در ناکجا آباد معجزه مسئولین اجرایی در داخل ایران عنوان میکنه. خب این مسئولان اگر در 46 سال گذشته کارشناس بودن، آگاه به مسائل سیاسی اقتصادی بودن، کشور ما امروز دلارش به 93,000 تومان نمیرسید. تا قبل از اینکه ما به نوروز سال آینده برسیم دلار 100,000 تومان رو رد خواهد کرد. این یعنی شکست اقتصادی به معنای واقعی کلمه. رژیمی که کوچکترین اهمیتی به ملت، زیر ساختهای کشور، محیط زیست کشور ندارد. البته برای جامعه و مردم و بسیاری از هموطنان ما این واژه که راه حل در خود ایران است واژه کاملا تهی از معنا بوده و چیزی جز تشدید بیش از پیش فقر و فلاکت و سرشکن کردن هزینه‌های بحران آفرینی خود این رژیم که همش بر گرده مردمی که همکنون اکثریت بزرگی از ملت ایران زیر خط فقر دارن بردگی میکنن معنای دیگری نداره. به این ترتیب ورود مجدد به کوچه بنبستی که 46 سال این حکومت حالا با آوردن پزشکیان و تزریق امید کاذب به بخشی از جامعه، اون هم بسیار زود این فاصله هم پر شد. بیانگر اونه که در نظام موجود همه راه ها به روم و به کوچه های بنبست و حاکمیتی که به بنبست رسیده ختم میشه. در حقیقت انتقال مشکل از خارج به داخل، جستجوی راه نجات در داخل، چیزی جز بیانگر استیصال کامل این حاکمیت و سرگردانیش در کوچه های بنبستی است که 46 سال خودشون برای خودشون و ملت ایران به وجود آوردن. اینجا باید اضافه بکنم که ایراد چنین سخنی توسط رهبر این نظام جنایت پیشه اعترافی است ناخواسته به اینکه مشکل اصلی در داخل و در خود سیستمه. به قول معروف کرم از خود درخته. اگه قرار باشه علاجی در میان باشه باید درخت سراپا جندیده و کرم زده و پوسیده رو ریشه‌کن کرد. باید ریشه‌کن کرد. شیفت خارج به داخل چیزی به نظر من جز سهه گذاشتن به ناخواسته رهبر نظام سرتاپا جندیده به شعار مبارزاتی مردم در خیابانها نیست که فریاد زدن دشمنشون همینجاست، همینجا باید با او جنگید. در حقیقت باید خدمتتون عرض کنم که مقابله اصولی، سازنده، کارساز
با ناعدالتی ها و پلشتی های جهان یا امیال فرامین قدرت های نئوفاشیستی نیز از کانال مبارزه با حاکمیت ایران گذشته، خشکاندن اون به مراحل نهایی رسیده. بالاخره مسئله چهارم که میخوام براتون از صحبت های نقد شده خامنه ای بگم این جمله اوست که میگه به دولت بسیار امیدوارم. یک دولت در تمام طول این 46 سال گذشته یک رئیس جمهور نیامده که برخواسته از کیسه خود خامنه ای نباشد. من به دولت بسیار امیدوارم که بتواند مشکلات معیشتی مردم را کم کند. میگه راه گفتگو با خارج بسته است. مذاکره در این شرایط غیر شرافتمندانه است. آب پاک سردی رو روی تلاش هایی که گشودن روزنه در این بنبست گشر بسته، مجددا با دادن آدرس ناکجا آباد داخل و بستن دست پای دولت زرشکیان رو توپ رو به زمین مسئولان اجرایی و زرشکیان میندازه. اگرچه من احساس میکنم انتظار حداقلی و تقلیل اون صرفاً به کم کردن مشکلات معیشتی تحت هیچ شرایطی این نظام با وضعیت اقتصادی خودکرده خودش نمیتونه مسئولیت پاسخگو بودن به اوضاع بقایت وخیم و بحرانی رو حلش بکنه. در زمان خاتمی دیدیم، در زمان روحانی دیدیم، در زمان احمدی نژاد دیدیم، در زمان رئیسی دیدیم و این هم هیچ تفاوتی با اونهای دیگه نداره. کیسه بوکس مخالفان و دولت موازی و سایش این روزها حتی با تشکیل دادگاه خیابانی حکم اعدام ظریف رو اصولگرایان صادر میکنن یا شعار استعفای پزشکیان رو میدن. هموطنانم، کلید واژه 46مین سالگرد کودتای بهمن 57، بنبست کامل، ورود مجدد و چند باره نظام به همان کوچه بنبستی است که بارها آزموده شد. درختی کاملا گندیده شده و باید کلا از ریشه کن بشه و سلام بر پایان سلسله ولایت فقیه باید در همین جا به رقص درآید. عزیزان دلم، هموطنان بسیار نازنینم، هر روز که میگذره برگی از تقویم کنده میشه و آنچه که آقای محمد جواد ظریف، معاون راهبردی ریاست جمهوری اسلامی آقای زرشکیان، روز مبادا میداند، آقای ظریف، داریم نزدیکتر میشه. خیلی نزدیک شد، داریم به آخرش میرسیم. ظریف هشدار میده در آن روز مبادا نظام خمینیگرا و همراه با آن کلیت ایران با تهدیدی حیاتی و بسیار جدی روبرو خواهد شد. برای جلوگیری از اون تهدید، جمهوری جهل و جنون و اشغالگر و جنایت پیشه اسلامی میبایستی مواضع تبلیغاتی خودش را کنار بگذارد و هرچه زودتر باب مذاکره با شیطان بزرگ رو باز کنه. قبل از اینکه خامنه ای بیاد بگه خفه خون مرگ بگیرید، مذاکره حتی بیان بمباران همون بکنن، خب ما که بریم زیر زمین و خودمون هم جمع جور میکنیم و از این گونه مسئله. این روز مبادایی که آقای ظریف ازش صحبت میکنه 25 ماه اکتبر 2025 میلادی است. الان فوریه است. مارچ، اپریل، می، جون، جولای، سپتامبر، اکتبر، 7 ماه دیگه. زمانی است که موضوعیت برجام که تلویحاً در قطعنامه، اگر اشتباه نکنم 2231 یا 2232، احتمال قوی 2231 شورای امنیت سازمان ملل عرضه میشه، به پایان میرسه.
در اون صورت آنچه که ترفند ماشه یا اسنپ بک خوانده میشه خود به خود به کار میفته تا همه تحریم های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی وضع بشه. کاری که حاج حسین باراک اوباما جلوشو گرفته بود، کاری که بایدن اصلا دست حکومت اسلامی رو باز گذاشته بود، انگلستان، فرانسه، آلمان خودشون این رژیم رو با کودتا آوردن تو ایران. الان زیر فشار ترامپ دیگه نمیتونن اون بازی های خصمانه و دشمنانه رو با ملت ایران بکنن. جنبه دائمی بازگشت همه تحریم ها. ظریف و گروهش در عین حال هشدار میدن که روز مبادا ممکن است ایران رو مشمول فصل 7 منشور سازمان ملل بکنه و چراغ سبز برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی رو روشن کنه. زمانی که این حرفا رو ظریف زده بود ترامپ تو کاخ سفید نیامده بود. ترامپ 2 روز پیش علنا گفت اگه نیان پای مذاکره اسرائیل این توانایی قدرت رو داره و اجازه من رو هم داره بره بزنه تیکه و پارشون بکنه. یعنی به اکتبر هم نمیرسیم. آقای ظریف معاون راهبردی و گروه بچه های نیویورک نمیگن که خود اونها باعث و بانی کشوندن کشور به این مخمصه بودن. در زمان روحانی با آغاز دوران اسخالات به رهبری حجت الاسلام الله بیزتی و رأس زکری محمد خاتمی این گروه رو به این نتیجه این گروه رسیدن که بدون حمایت آمریکا و متحدان غربی اون نمیتونن قدرتی رو که تصادفاً با زور شمشیر و گلوله و اعدام و بگیر و به من کسب کردن برای مدتی طولانی حفظش کنن. اونا میگن بدون حمایت قدرت‌های غربی ممکن نبود اونا بتونن رقیبان ضد غربی و هوادار روسیه و چین رو کنار بزنن. اکسیر تنفس هیومن جان خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. اکسیر زندگی حکومت اسلامی بازی های پشت پرده انگلستان، فرانسه، آلمان و حزب دموکرات آمریکا بوده. دو حجت الاسلام خاتمی و روحانی در سفرهای خودشون به غرب با 2 تا چمدون می اومدن، با 2000 تا چمدون برمیگشتن. این ارزیابی نادرست خودشون رو هموطنانم به عنوان تفسیر واقعیت های ایران ارائه کرد. هدف خاتمی و روحانی چی بود؟ از یک سو نظام موجود در ایران رو به عنوان یک واقعیت ناگزیر هرچند تلخ هرچند زهرآلود ترسیم کنند و از سوی دیگه مدعی بشن که تنها جناحی که میتواند اندک اندک از این تلخی و زهر حکومت بکاهد و به امید روزی که به شیرینی برسند اصلاح طلب بازی است، مذاکره است. هیچ وقت یادم نمیره زمانی که این ظریف، این کوتوله سیاسی با آقای جان کری رو اون بالکن با هم دست میدادن، میخندیدن، بشکن میزدن. چقدر پول، چند 10 میلیون پول اینها به دموکرات ها از زیر میز پول دادن. آقای کری رفت یه جت نمیدونم 150 میلیونی و بالا و پایین و این گونه مسئله. لازمه این ترفند خاتمی و روحانی و بچه های نیویورک ظریف از هر گونه بحثی که بخوایم بکنیم، چه برسه به مذاکره درباره ماهیت رژیم، اینها بخواستن
یک دستاویز انحرافی رو ملزم بکنند. اگر از ماهیت رژیم و کارنامه عملی اون نمیتونن سخن بگن چون جز شکست چیز دیگری نبوده، پس مذاکرات درباره کدوم مطلب جایز میتونه بشه؟ پاسخی که دو تا از این آخوندهای پوفیوس، خاتمی و روحانی، اعضای بدن مفلوک رژیم اسلامی، همه با هم، همهشون با هم فک و فامیلند. پاسخی که این دوتا حجت الاسلام احتمالاً با الهام از جک استرا وزیر امور خارجه بریتانیا در دوران نخست وزیری تونی بلر بود. برنامه ها رو من با دقت دنبال میکنم. در زمان جک استرا نخست وزیری تونی بلر، برنامه هسته‌ای ایران که سالها پیش گاه زیر نورافکن قرار می گرفت اما هرگز به عنوان مسائل حیاتی بین ایران و دنیا مطرح نشده بود، برنامه هسته‌ای این رژیم در سال 1959 میلادی آغاز شد، 2 سال بعد از انقلاب اسلامی یا کودتای 57. در سال 1976 برنامه هسته‌ای آخوندا به مرحله خیز خودش رسید. در اون سال حکومت اسلامی 3 عامل اساسی عزیزان دلم برای چنین برنامه‌ای تهیه کرده. 1 سیاست فرابردی با اهداف صلح‌جویانه، 1 نیروی انسانی در سطح بالای دانش فنی و علمی و چارچوب یک زیربنای صنعتی و در مقام یکی از نخستین 11 کشوری که پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT رو امضا کرده بود. این حق رو داشت که از تازه ترین شیوه ها و وسایل مربوط به دانش هسته‌ای بهره مند بشه. زمان دموکرات ها بود. دموکرات ها در عوض به همه تعهدات خودش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل بکن. با رسیدن آخوند روح‌الله خمینی به قدرت، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای نزدیک به 10 دهه متوقف شد. خب جنگ داشت، جنگ ماندگاری رژیم اسلامی و حفظ قدرت صدام حسین بود که سالها طول کشید. 1 سال و نیم گذشته بود، صدام گفت 1000 میلیارد 1 تریلیون میدم آقا برید بیرون، 1 میلیارد میدم برید بیرون. ولی حکومت اسلامی باید دیوارهای زمخت خودش رو میساخت که بتونه حکومت خودش رو پیش ببره. علت طولانی شدن جنگی بود. بازگشت فعالانه این برنامه اتمی همچون بسیاری اقدامات دیگر این نظام سردرگم، بوالهوس، ماجراجو، چپاولگر، جنایت پیشه، در چارچوب یک سیاست فرابردی مشخصی نبود. نمیدونستن چی میخوان. با این حال من میتونم به جرئت بگم آنچه برنامه هسته‌ای حکومت اسلامی خونده میشه هرگز از حدود رسم شده در NPT فراتر نرفت. 4 مدیر کل آژانس انرژی بین‌المللی از سوئدی گرفته تا ژاپنی، از مصری گرفته تا آرژانتینی، اینا هرگز نخواستند یا نتونستند که سوء ظن‌های فراوان درباره نیت رهبران جمهوری جنایت پیشه اسلامی رو در قالب اتهامات مشخص به شورای امنیت عرضه کن. همه زیر میزی پول میگرفتند، میلیونی، یا ارباباشون انگلستان، فرانسه، آلمان خواستار ماندگاری این رژیم کثافت ایران کش بودن، هستن هنوزم. ولی دیگه الان ترامپ اومده، اروپایی‌ها دیگه نمیتونن گوه زیادی بخورن، برنامه برای کشور ما بریزن، حزب دموکرات زیرشو امضا کنه. فینیتو تموم شد.
سوءظن‌های فراوانی در اون دوران درباره نیات آدمکش‌های رژیم که بهشون رهبران تهران میگن در قالب اتهامات مشخص به شورای امنیت عرضه میشد. هموطنان عزیزم، در 20 سال گذشته برنامه هسته‌ای جمهوری کثافت ایران زیر ذره‌بین وسیع‌ترین بازرسی‌های آژانس قرار داشت. خب چرا جلوشو وقتی از 3.7% رفت بالا نگرفتید؟ اگر تجربه دیگر کشورها هموطنانم مثل آلمان فدرال، آفریقای جنوبی، آرژانتین رو من بخوام ملاک قرار بدم، رژیم کثافت اسلامی میبایستی سالها پیش از آژانس رضایت نامه میگرفت. چرا نگرفت؟ چرا؟ به نظر من، به گمان من، دلیلش این بود که رهبران جمهوری اسلامی هم قدرت‌های به اصطلاح بزرگ از این دستاویز انحرافی سود می‌بردن. یه لوله خورخوره اونجا گذاشتیم داره به بمب نزدیک میشه. عربستان، قطر، امارات، کویت، اردن، عربستان، حواستون رو جمع بکنید، اسلحه بخرید. عربستان 700 میلیارد دلار اسلحه فقط سال گذشته خریده. حالا برید تا 20 سال پیش ببینید چه خبره. رهبران این رژیم کثافت همانطوری که ذکر کردم مسئله هسته‌ای رو برای جلوگیری از مطرح شدن دیگر مسائل مفید میدونستن. آدم بکشن، دزدی بکنن، تحریم دور بزنن، لوله های نفت مثلا 400 متری رو توی کیش بذارن، نفت و یواشکی اون سردار بفروشه به اون ور، اون بفروشه به اون ور، اون پر بکنه تو کشتی ها و این گونه مسائل. قدرت های غربی از جمله ایالات متحده، این حزب دموکرات خائن به ملت ایران از زمان جیمی کارتر بگیر بیا اون کلینتون زنباز لوینسکی باز و بیا به طرف حضورتون عرض بکنم که هاش حسین باراک اوباما، این مسلمان سیاه چه عشقی داشت به حکومت اسلامی، چون مایه تیله فراون می اومد. برید الان ثروت باراک اوباما رو ببینید، برید قصری که توش زندگی میکنه رو ببینید، برید در شمال کالیفرنیا که بزرگترین انگورها رو میکنن و ازش بهترین واین ها رو در میارن، ببینید چه تشکیلاتی داره. خب اینا برای منافع خودشون چاره جز پذیرفتن کنار اومدن با این رژیم رو ندیدن، چون از قبلش داشتن تریلیون اسلحه میفروختن. اما امروز کار به جایی رسیده با آمدن آقای ترامپ چاره‌ای جز پذیرفتن تغییر رژیم در ایران به عنوان بهترین چاره برای مشکلات خاورمیانه، هیچ کارت دیگه ای رو نمیخوان نگاه بکنن. اما به آسونی میتونیم ببینیم هموطنانم که مشکل دنیا با جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای نیست، اما همین مسئله رو هم اومدن تقلیل دادند به غنیسازی اورانیوم. عزیزانم، هموطنانم، از اونجایی که غنیسازی اورانیوم نه تنها غیر قانونی نیست بلکه جزو حقوق همه کشورهای عضو سازمان ملله، اومدن این مسئله رو تقلیل دادن به درجه غنیسازی. یعنی در گام بعدی مسئله درجه غنیسازی هم کمرنگ شد به کلی در دوره دوم آقای اوباما. مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده زیر نور افکن قرار گرفت. ببینید چه بازی قشنگی انگلستان، فرانسه، آلمان، حزب دموکرات آمریکا برای نگه داشتن این مادر قهوه ها انجام دادن. در همون حال
این مضمون تبلیغاتی که جمهوری کثافت اسلامی بمب رو ساخته یا در آستانه ساختن بمب، موضوع هزاران گزارش، مقاله، کتاب بوده در این سالهای گذشته. همش سیاه‌بازی، همش حقه بازی، برای اینکه این دیوسا رو اونجا نگرشون دارن. اینجا یه چیزی یادم اومد از گزیده های آقای ترامپ برای گفتگو: رسمیت شناختن اسرائیل، انحلال سپاه پاسداران، سوم دادن 3 جزیره ما، تنبه بزرگ تنبه کوچک ابو موسی، به امارات، که اون البته با خشم و خروش ملت ایران روبرو خواهد شد. اینو من از حدسیاتم، ولی حالا به اونجا میرسم. در حالی که ساخت بمب هسته‌ای به شرط خروج یک کشور از NPT غیر قانونی نیست، از همه جالبتر عزیزانم، ببینید چگونه دنیا رو گل زدن، گزارش های متعدد از سرویس های امنیتی قدرت های بزرگ، آمریکا، اسرائیل، 3 کشور انگلستان، فرانسه، آلمان میگرفتن، خفه خون مرگ میگرفتن که جمهوری اسلامی هنوز درباره ضرورت ساختن هسته‌ای، سلاح هسته‌ای تصمیم نگرفته. یعنی تازه ترین گزارش مجموعه سرویس های اطلاعاتی آمریکا که زیر عنوان تخمین اطلاعات ملی بهش میگن NIE، برید گوگل کنید NIE ببینید چه تشکیلاتی است، میاد عرضه میشه. برای 10مین بار تاکید میکنه که ایران شدیداً داره میکوشه برای تولید سلاح هستی، اما هنوز نرسیده. عزیزانم، هموطنانم، اجازه بدید من دهانم رو کمی کافی بخورم. ولی مشکل دنیا با جمهوری اسلامی عزیزان دلم، بذارید رک و بدون رو در بایستی باهاتون صحبت کنم. مشکل دنیا با جمهوری اسلامی مسئله هسته‌ای نیست. مگه پاکستان نداره؟ مگه هند نداره؟ در همین حال حاضر که با شما صحبت میکنم 9 کشور از جمله 4 عضو گروه غیرقانونی 5 به اضافه 1 دارای سلاح هسته‌ای. غنی کردن اورانیوم هم مشکلی نیست. چرا؟ چون همکنون 18 کشور در دنیا این کار رو دارن انجام میدن بی آنکه زنگ‌های خطر رو به صدا در بیارن. یعنی رسیدن به آستانه خود به خودی مشکل نیست. اکنون 8 کشور در آستانه قرار دارن بی آنکه سلاح هسته‌ای بسازن. عزیزانم، هرگاه آژانس بین‌المللی اتمی با یک کشور عضو مشکل پیدا میکنه، این مشکل در یک بازه زمانی معین با نظارت شورای امنیت بررسی میشه، در موردش رأی گیری میشه. اما در مورد کشور من هیچ بازه زمانی عرضه نشده. در نتیجه آنچه تهدید هسته‌ای حکومت اسلامی خوانده میشه میتونه تا ابد یا لااقل تا پایان این رژیم کثافت بلهوس خودکامه مافیایی بهانه‌ای باشه برای افکندن ایران در قرنطینه. یعنی حکومت اسلامی، نمیدونم چرا هی می‌نویسن ایران. این جمهوری کثافت جانی جنایت پیشه کشور ما رو اشغال کرده، تا کنون بدون داشتن سلاح اصلی یک نظام قانون مدار بوده، یک نظام، یک عضو منضبط جامعه جهانی بوده؟ نبوده. این نظام بدون داشتن سلاح هسته‌ای پرتلفاترین جنگ خاورمیانه رو در 4 قرن اخیر در پرونده خودش داره. این نظام 4 دهه گذشته، منظور عذر میخوام، این نظام در صدها عملیات تروریستی در بیش از 30 کشور دنیا نقش داشته. گروگانگیری، آدمربایی،
قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، قاچاق پول، تعلیم و تسلیح انواع و اقسام تروریست ها در خاورمیانه، در آسیای جنوب شرقی، در آفریقا، در آمریکای لاتین، در اروپا، فصل طولانی تاریخ این نظام، مواردی که نام بردم تشکیل شد، به وجود اومده. یه آخوند پوفیوزی هست به نام علی خمینی، نوه آخوند خمینی، در سالگرد انقلاب اسلامی 1357 میگه اگر انقلاب ما نبود امروز نه از حماس خبری بود نه از حمله 7 اکتبر هوا. پروفسور صادق زیبا کلام، یکی از فعالان جبهه اسحال طلب، تاکید میکنه اگر برمیگشتیم به 57 او همان کارهایی را که در آن زمان انجام داده بود از جمله قاچاق اسلحه برای عملیات چریکی رو باز هم انجام میداد. بعضی ناظران مخالف نظام کثافت اسلامی میگن برجام میتونه مفید باشه. چرا؟ چون کل جمهوری اسلامی از طریق کنترل درآمدهای ارزی، بازرگانی خارجی، دسترسی به بازارهای سرمایه جهانی تحت حمایت گروه 5 به اضافه 1 در واقع ایالات متحده رو قرار میدن و اعمال این مسائل به جمهوری اسلامی امکان میده به زندگی خودش ادامه بده. در همین حال جناح اسحال طلب، این کثیف‌ترین نیروهایی که در کشور من وجود دارن، رقبای رادیکال خودشون رو کنار میتونن بزنن. چقدر اینا از زبان موسوی کروبی، خاتمی، روحانی، بالا پایینی، دیوس ها، رادیکال ها رو کنار زدن. به هر جهت بر اساس تمام این ملاحظات هموطنان عزیزم، ماندگاری این رژیم یکی ضعف حرکت ملت ایران برای رسیدن به آزادی است، یکی بگیر و بند و اعدام و فشار و مردم رو در اوج گرسنگی قرار دادن که نتونن حتی راه برن، حرکت بکنن، باید فقط به فکر نان یه وعده غذا در روز باشن. مشکل اتمی حکومت اسلامی به 25 سالگی خودش رسیده. هموطنانم، اگر قرار بود این جمهوری کثافت ولد و زنا سلاح هسته‌ای بسازه، نمیتونست در ربع قرن به این هدف برسه. فکر میکنید در این گونه مواقع به این مسائل نمیتونست در ربع قرن، اگر هدفش سلاح اتمی بود نمیتونست بهش برسه. تازه اگرم میرسید با چه نتیجه ای جز تضعیف امنیت خودش میگرفت؟ اینا یه بمب 2 تا کلاهک اتمی بگیم در حال حاضر دارن، از روی سکو موشک بلند نشده با این قدرت نیروهای پدافندهای هوایی در منطقه که آمریکا گذاشته رو زمین و هوا میزننش و بعد بلند میشن 4 تا بمب 1000 برابر قدرتمندتر از هیروشیما و نازاکی که آمریکا انداخت میندازه، حیثیت که تمام اصلا کشور اون واژگون و نابود میشه. قدرت های هسته‌ای نمیتونن به کشوری که سلاح هسته‌ای نداره با سلاح هسته‌ای حمله کنن. اینو درک میکنید؟ بدینسان ایران غیر اتمی لااقل در این زمینه بیمه است. یعنی اگه اینا این کارو بکنند میدونند اگر این رژیم تکون بخوره دست مردم رو گردناشون بیاد چه اتفاقی براشون میافته. اما به محض اینکه این رژیم دارای سلاح هسته‌ای بشه دست دیگر قدرت‌های هسته‌ای برای چنین کاری باز میشه. اولیش هم اسرائیل، قدرت‌هایی که توانایی زرادخانه هسته‌ای اونها 10 یا شاید 100 برابر اون چیزی باشه که حکومت اسلامی بتونه اصلا بسازه. مشکل میدونید چیه؟
مشکل اونایی هستن که نمیخواهند با واقعیت مسئله جمهوری اسلامی، یعنی ضرورت تغییر این رژیم، روبرو بشن. اونهایی که سر کارن در این رژیم نمیتوانند تحت هیچ شرایطی تغییر روش بدن، چون تنها روششون همینه که 46 سال موندن. حالا به جای اینکه بخوان کوشش کنن پیش از 25 اکتبر آینده جنازه برجام رو زنده کنند، این کثافت‌ها در حال دو تا راه حل دارن. معامله با دولت جدید آمریکا که در اون تهران اعلام کنه کل برنامه‌های هسته‌ای خودش رو حداقل برای 3 سال کنار بذاره، در ازای تمدید مهلت پایان قطعنامه 2231 متوقف بکنه، به اصطلاح عقب نشینی بکنه، سپاه پاسداران رو منحل بکنه، اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و چندین موارد دیگه که یعنی مرگ سریع حکومت کثافت اسلامی باشه. شگفت‌آور نیست که رهبران این نظام از جمله رهبر کثافت چلاق الاغ افیونیش میگه حاضریم مذاکره کنیم، اما فقط در مورد برجام. یعنی لاشو باز کنین، ما نفتمونم بگیم، اونم بدیم، آدم کشیمونم بکنیم، حقوق بشرم بشاشیم، بهش همین گونه مسائل. توجه می‌فرمایید. حضور مبارکتون عرض کنم که بریم داخل ایران. 2 روز بعد از سخنان سید علی خامنه‌ای، رهبر جنایت پیشگان مافیای جهانی در ایران، درباره ممنوعیت مذاکرات با دولت ترامپ، میدونیم که قیمت دلار امروز 93 و خورده شد. در عین حال از اونجایی که در تمام این 46 سال اینها یک قدم برای پیشبرد تکنولوژی، تأسیسات ما که به تکنولوژی پیشرفته نیاز داره نکردن، کمبود برق، گاز، ادارات ما رو، کارخونه های ما رو، مدارس ما رو، دانشگاه های ما رو تعطیل کردند. خب دیگه چی مونده؟ این حرامزاده های لط و پار بی سواد پفیوز بی شرف حرامزاده ای که تو مجلس 4 پایان نشستن، یه نگاه به صورت اینا بکنید، آدم وحشت میکنه. شب یکی از اینها به خواب آدم بیاد، انسان در همون نیمه های شب اسهال خونی میگیره از ترس. روز یکشنبه دیروز 21 بهمن، بارش برف و باران در بسیاری از استانهای میهن ما از جمله پایتخت موجب اختلال در رفت آمد شهروندان شد. به رغم برودت شدید هوا، مدت زمان قطعی برق روزانه در 10 شهر ایران افزایش پیدا کرد. در استانهای تهران و کرج چندین خط مترو شهری توقف‌های طولانی داشتند. کشوری رو بیاید ببینیم که مردم انقلاب کردن، شاه بد بود. از سوی دیگه به دلیل کمبود چشمگیر در حوزه انرژی، اکثر استانها از جمعه گذشته تا همین الان با قطعی مجدد برق روبرو شدن تا دولت بتونه افزایش مصرف به دلیل کاهش دوای هوا رو جبران بکنه. نمیتونه این حکومت اگر هفته 7 روزه باید 3 روزش دست کم 3 روزش تعطیل باشه. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا 21 بهمن از انسداد بیش از 20 محور اصلی رفت آمد در ایران خبر میده و میگه که آقا برید خانه بشینید، تعطیل، مدارس تعطیل، دانشگاه تعطیل، ادارات تعطیل، برقم به جای 2-3 ساعت 5-6 ساعت قطع خواهد شد. آقای زنشکر، مردم
تحمل کنید. 70 میلیارد دلار طلا شماها تو خونتونه، غلط میکنید این متعلق به دولت، طلاها رو بیارید بریزید تو بانک ها. این تسمه فقط همین مونده. به اهورامزدای ایران اگر من میبینم کار به جایی برسه بریزن تو خونه های مردم دنبال طلا بگردن. گرانی، تورم افسار گسیخته، ریزش ارزش ریال هر روز بیشتر و بیشتر، خشم و خروش و کینه بسیاری از گروه های درآمد رو سبب ساز شده هزاران برابر بیشتر از گذشته. کار به جایی رسیده که یک خبرگزاری وابسته به سپاه جنایت پیشگان از چند برابر شدن قیمت اقلام خوراکی. آقا سیب زمینی در ایران امروز غذای مطرح 60-70% مردم ایرانه، قیمت 80,000 تومان. خب عزیزانم این بحران ها یکی بس از دیگری زندگی روزمره 10 میلیون ایرانی رو مختل کرده. آخه خامنه دیوس بیشرف مادر قهوه، آخه زرشکیان دیوس بیشرف حرومزاده، اسهال طلب پوفیوز، اصولگرای دیوس، خامنه حرومزاده. چی شد آقای هیومن؟ من این حرف رو زدم رفت. وقت رهبر پوفیوزشون میاد میگه که هیچ بازتابی این گرانی ها نداره. علی خامنه ای میاد میگه به گسترش اعتراضات، مشکلات معیشتی، کمبودهای همه چی، بودجه و ناترازی ها، بی‌توجهی، سیاست های جنگ طلبانه خودش رو میخواد ادامه بده. ما اسرائیل رو شکست دادیم، حماس پیروز شد، نوار غزه یه دونه خونه پیدا نمی‌کنی، یه ساختمون پیدا نمی‌کنی با خاک چجوری پیروز شد حماس؟ آخه مردی که پوفیوس اصلا دروغ تو وجود شماها ریشه کرده، دروغ، حقه‌بازی، کلک، پشت هم اندازی، سیاه بازی، شالاتان بازی، کانارتیست بازی. مدیر عامل شرکت ملی گازشون میاد هشدار میده که طبق پیشبینی ها در صورت تثبیت نشدن فشار گاز یا عدم اجرای عملیاتی فشار افزایی در میدانهای گازی از سال 1405 به بعد سالانه حدود 25 میلیون متر مکعب گاز از ظرفیت سبد گازی کشور. این اتفاق میتواند به قطعی های گسترده در زنجیره تامین غاز خانگی و هم برق هموطنان ما در اقصا نقاط کشور منجر بشه. مذاکره نمی کنیم. حماس پیروز شد، اسرائیل شکست خورد. مشکلات داخلی رو خودمون باید حل بکنیم. به رغم بارش برف و باران در پایتخت، همچنان آلودگی هوا در سطح هشدارآمیز قرمز قرار داره. به همین دلیل تمامی مسابقات ورزشی روز یکشنبه در کل استان تهران لغو شد. این کشورداریه. اون وقت تو اون طویله بغلی با 2500 تا ربات نشستن. آیا زرشکیان اعتراض میکنند؟ آیا زرشکیان تسلیم میشوند؟ آیا زرشکیان ممکن است استعفا بدن؟ اگر این جور شود، یه ولی شود، در حال حاضر به دلیل تشدید کمبود گاز تمامی نیروگاه‌های حرارتی کشور من به مازوت سوزی رو آورده. برای همینه که هفته چند 10 نفر و تنگی نفس و ریه های خراب دارن میمیرن. این امر موجب بالا رفتن میزان آلایندگی در هوای کلان شهرهای ما شده. حالا ترامپ اومده
بار دیگه و پس از سخنان روز جمعه سید علی خواستار بازگشت ایران باز به میز مذاکره شده. ولی حکومت اسلامی خوب میدونه نیت ترامپ چیه. مسعود زرشکیان رئیس جمهورشون روز گذشته میاد میگه با بی اهمیت جلوه دادن تحریم‌های اقتصادی غرب، اصلا تحریم‌ها کاری با من نتونسته بکنه، شکست خورد آمریکا. میگه دشمنان ما فکر میکنند همین زرشکیان پوفیوزی که تو دورانی که داشت کمپین میکرد نشست تو تلویزیون گفت گردن من بره اگر من مسائل مردم رو حل نکنم. گفت نامردم اگر نتوانم در 6 ماه اول تمام اقتصاد رو این ور اون ور نکنم استعفا خواهم کرد. دعیوس مگه ما محمد خاتمی چون رو ندیدیم؟ مگه اون یارو کلیددار بنفش دعیوسشون روحانی دزد بیشرف و مادر قهوه خانواده‌اش میلیاردها دلار دزدیدن رو نشستن کنار؟ مگه ندیدیم شماها رو؟ مگه موسویتون 88 نیامد تو خیابون با اون زنش با چارقتش و اینا؟ مردم چرا ساختار شکنی میکنید؟ ما که نمیخوایم دنبال سرنگونی بریم، ما میخواهیم اوضاع کمی به همین زرشکیان میگه اصلا اهمیتی نداره تحریم های اقتصادی غرب. میگه دشمنان ما فکر میکنن اگر ما را محاصره کنن از گرسنگی خواهیم بود. دیوس تو از گرسنگی نمیمیری، اون سرداران بیشرف چاقوکشت نمیمیرن، اونایی که تو مجلس چهارپایان توریستن نمیمیرن، خامنه ای و مجتبی و خانوادگیشا علم الهداتون رو بزرگ و گوشن مثل گاو میخورید، اونم بهترینشو. دیوس ما باید به چشمانداز مورد نظر رهبری عمل کنیم. من ریدم تو دهن اون رهبرتون، مرتی که جاکش دیدی تو هم حتی کثافت‌تر از روحانی و خاتمی هستی. میگه همه باید خون دل بخوریم و زحمت بکشیم. بیا این گونه سیاست ورزی ها به نظر من اصرار بر جنگ افروزی، ایستادن مقابل قدرت های جهان. ما داریم آینده، روزهای آینده است، 1-2 ماه 3 ماه آینده است. هر روز روزها پر اضطراب‌تر برای ملت ایران میشه. چرا؟ همزمان با گسترده تر شدن فقر، ترامپ در سخنان تازهش علنا احتمال حمله نظامی گسترده رو در صورت عدم مذاکره اعلام کرد. دیگه نشستیم منتظر چی هستیم؟ بذارتون ارز کنم که هموطنان بسیار نازنینم، چیزی که تاریخ به ما نشون داده، اولا خوش آمدید، چیزی که تاریخ به ما نشون داده که لزوما سرنوشت کشورها توسط جنبش های مردمی وسیع، بعضا غیر سازمان یافته رقم نمیخوره. هرج و مرج میشه، انارکی میشه. هر بی پدر و مادر زنازاده ای از یه گوشه مثلا کردستان بلند میشه، کردستان مال واسه خواهیم جدا شید، گاه بخوریم بی پدر و مادر های تجزیه دارم بی پدر سگی مادر قهبه. جدا مدایی نداریم. تو هر استان ایران، تو هر قصبه، روستا، شهر که هست در ایران وجوده، چند مترش مال سعید سکویی خانواده‌شه. ایران یه ملک مشاع متعلق به همه ملت ایرانه. گو میخوره هر کی صحبت از تجزیه و فدرالیسم و یهوری و قنبلی و بالا پایین میکنی. خفه کن. آنچه که میتونه آینده سیاسی، خوش آمدید جناب عباسزاده عزیز، اون چی که میتونه آینده سیاسی یک رژیم رو رقم بزنه، هموطنان نازنینم، شیوه عملکرد اون رژیم.
در مدیریت کشور. مثال بر این ادعا بسیار. اگر من بخوام آلمان نازی و ژاپن رو میتونم به عنوان مثال در این تحلیل خدمتتون ارائه بدم. همه میدونیم کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بمباران هسته‌ای 2 شهر مهم خودش، ناگازاکی و هیروشیما، چه روزگارانی رو سپری کرد. بلا فاصله بعد از جنگ جهانی همه دنیا شاهد پیشرفت شگفت چشمگیر ژاپن در عرصه اقتصاد و سیاست بودند. چه کردیم ملت؟ ژاپن هم مثل کشور من و تو ایران سابقه تاریخی طولانی داره. ژاپن هم علت این سرعت پیشرفتش و اینها فرهنگ و تاریخشه. یک پادشاهی پارلمانی در ژاپن هست. امپراتور ژاپن نماد و سمبل همبستگی، آشتی ملی است و همین جهت به این سرعت پیش رفت، طوری که امروز به یکی از 10 کشور برتر اقتصادی تبدیل شد. چرا؟ مدیریت کشورشون رو طوری پیش بردن که هدایت و مسیر بخشی به تغییرات کلان سیاسی، نظامی، اقتصادی و میسر بود. بیایم تو کشور خودمون، رژیمی همچون جمهوری اسلامی. هموطنانم نیازی به لشکرکشی نیروهای بیگانه، نیازی به انقلاب‌های چند میلیون نفری نداره. اگر اینها رو در همین 46 سال گذشته به حال خودشون رهاشون کردیم و به این نتیجه رسیدیم قادر به اداره و مدیریت کشور نبودن، نیستن، نخواهند. این چنین رژیم ها آنقدر دایره خودی و ناخودی رو تنگ کردن که نیروهای فن حریف خودشون هم جایی برای عرصه توانایی مثمر ثمر بودن پیدا نمی کنند. نمونه بارز و واضحی که بخوام در ترکیب بندی و روابط خانوادگی تمام این شخصیت هایی که الان در رأس امور مافیایی این رژیم نشستن. من اگه بخوام ویژگی همیشگی این رژیم از بدو تولد بهمن 57 تا به همین ثانیه که در خدمت شما هستم، عدم پذیرش و استفاده این رژیم از نیروهای دانشور، نیروهای دارای صلاحیت بود. هموطنانم قدرت در حلقه بسته 1000 توی روابط فامیلی باقی مونده. دست قضا شرایط طوری بوده که حتی محض رضای خدا 1 نفر نابغه از این افراد بیرون نیامده تا بتونه کشور رو از بحرانهای درگیر اون نجات بده، دستی به سر روی این کشور بکشه، جز اضمحلال، جز نابودی، جز تیکه پاره کردن کشور، نابودی محیط زیست ما. 80% مردم در کشور من از ناراحتی های روحی، روانی، استرس، انگزایتی، فرستریشن دارن رنج میبرن. در طول 46 سال این رژیم ما هممون شاهد بودیم مشتی آدم مفخور، بیسواد، تنگاندیش، فاقد مهارت و تخصص بوده. جنایت یکی از اولین قاعده های این رژیم، از جمله بزرگان این رهبران این کشور. خمینی باسواد بود، خمینی فهم و شعور داشت، خمینی ارق ملی داشت، خمینی ایرانگرا بود، خمینی سواد اقتصادی داشت، گفت اقتصاد مال خر است. خمینی به ایران و ایرانی اعتقاد داشت، در هواپیما به قدرت گفت احساستون چیه داریم میریم که هیچ پدر سگ پفیوز مادر قهوه هیچ. بزرگان این رژیم، خمینی، خامنه‌ای و اهل بیتش، رسمنجانی و روحانی و موسوی و کروبی و نمیدونم محمد رضا خاتمی و فرماندهان مغز فندقی سپاهش،
هموطنانم، جامعه من و تو، جامعه ایرانی از نخبگان تخلیه شد. هر دهه ایران درگیر موضوعاتی از قبیل جنگ، اعتراضات سراسری، درگیری های مردم با رژیم به هر دلیلی بود. نخبگان زیادی فضای حاکم رو ترک وطن کردند. در نتیجه با تخلیه شدن کشور از نخبگان، کارشناسان، اساتید، پژوهشگران، اندیشمندان، تمامی نیروهایی که تمام کمی و کیفی لازم برای مدیریت رو داشتن فرصت لازم برای خدمت پیدا نکردند. دقیقاً زمانی که کشورهای دنیا به دنبال پیشرفت علمی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بودن. من به جرأت میگم ایران حتی از جایی که بود در زمان محمد رضا شاه آریامر، ایران پدر، تو این 46 سال به دهه‌ها عقب‌تر پرتاب شد. ما به نظر من 300 سال به عقب رفتیم، جایی که قبل از کودتای 57 از بسیاری کشورهای دیگه پیشی گرفته بودیم. پاسپورت ایرانی محمد رضا شاه، پادشاه ایران، سراسر دنیا میتونستی باش بری. اومدند به آنچه که میگویند انقلاب شکوهمند اسلامی. هر روز گذشت از همه لحاظ، بسیاری لحاظ، به نسبت کشور، اکثریت کشورها در آخرین ردبندی ها قرار داریم. هر کشوری، هر حکومتی دست به حسب فیزیکی، فکری دگراندیشان زنده با چنین اتفاقاتی روبرو شه، یکی از روش‌های فرو بردن جامعه در باطلاق روزمرگی و ابتذال زندگی تخلیه جامعه از اندیش‌ورزی است. این رژیم اشغالگر در طول عمر خودش همواره 2 انتخاب داشته: یا میباید سطح فکری خودش رو به اندازه اندیشه فرهیختگان، نخبگان بالا ببره، یا اینکه سطح عمومی فرهنگ و اندیشه جامعه رو به اندازه سطح حماقت و جهل خودش پایین بیاره که آورد. فرقه‌ای که در سال 57 تونست برتری رو کسب کنه و با توسل تا حدودی به جهل اجتماعی، ولی کل قضیه همونطور که بارها گفتم در کشور من در سال 57 کودتای خارجی شد. حزم این مسئله برای 57 ها دشواره، حتی ازش نفرت دارن. من این رو میگم. کودتای فوریه 1979 در ایران از 15 خرداد 42 شروع شد، پایه‌هاش ریخته شد. خمینی کجا بود؟ تو مشهد بود؟ تو نمیدونم عراق بود آوردنش؟ نه، تو فرانسه بردنش، تو نفت لوشتو بردنش، نشوندنش، برنامه ها رو ریختن. این پدرسگ حرومزاده رو آوردن بوندن تو کشور ما. تبلیغات، نوارهایی که هر روز این بی پدر و مادر پر میکرد میریختن تو ایران. چیزی که پر واضحه، انسجام در درون این رژیم بین خودشون هم از بین رفته. زمانی که انسجام در درون یک رژیم حاد میشه، این انسجام فعلی به مرگ رهبران اون به عنوان ستونی که مافیای درون قدرت رو به جان هم افتادن دور. الان همه به جون هم افتادن، همه به جون. سفره خالی خزانه کشور وارد فاز جدیدی شده. در حال حاضر این رژیم با شکاف امنیتی هم داره دست و پنجه نرم میکنه. هموطنان نازنینم، شما نفوذ گسترده دستگاه‌های اطلاعات امنیتی اسرائیل رو در کشور ما دست کم نگیرید. توی همون ستاد ولایت وقیح، توی همون جایگاهی که خامنه‌ای نشسته و چیز دارن، جاسوس دارن، تو سپاه دارن، تو تشکیلات اطلاعات امنیتی دارن، تو ادارجات دارن، تو بالا دارن، تو پایین دارن. برای اینکه یک رژیم بتونه
مردم ببینن که در چه حال و اوضاعی به سر میبره ورشکستگی اقتصادی مولد کاملا مشهودی است که این مردم گرسنه بال باخته اعتراضات هر روزه، اینها همه دلیل ورشکستگی نبود بودجه لازم برای اداره کشوره. من خسته شدم جناب، من 2 ساعت تموم دارم صحبت میکنم. جناب هیومن عزیزم بفرمایید، بعد در خدمت جناب رایان عباسزاده عزیز خواهیم. آقای هیومن تشریف دارید؟ آقای هیومن رفتن گل بچینن. جناب رایان. خسته نباشید. در ابتدای درود و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای علی گلبادی. نکته میخوای بگی بعد من صحبت کنم؟ اگر نه عزیزم، من فقط یه 60 ثانیه چت روم رو میبندم به خاطر اینکه اتاق فریز شده، بعد دوباره مجدد باز میکنم. بفهمید جناب رایان. خواهش میکنم. درود و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم خانه دکترز هاوس، خانه آقای دکتر سکویی. بهشون خسته نباشید میگم. قبل از اینکه وارد بحثم بشم یه خواهشی هم دارم که برادرانه استدعا میکنم به سلامت خیلی توجه کنید. مطالب خیلی عالیه، میبینم خیلی به روزی بعضی از مطبوعات و منابع خبری رو هم استناد میدی، ارجاع میدی، میرسونی که سوار بر کاری. من چقدر از این شیوه تبیین مطلب شما خرسندم. از چندین موضوع سخن گفته شد، آدم میمونه اینجا با توجه به اول من اشاره کنم مثلا من اینجا چرا هستم. بی نهایت سپاسگزارم از مخاطبانی که مایلید که ما هم در کنار آقای سکویی عزیز قرار بگیریم باشیم. من اساساً و عامدانه و عالمانه میام که هر کسی را که با این روی کرد هست، فارغ از شیوه و شکل مبارزش، همین که نگاه اینه و ایران رو اشغالی میدونه توسط حکام غیر ایرانی موجود و بر تجزیه طلبان میتازد و بر یک پارچگی سراسر ایران از کوی و برزن تا دهکده ها انگشت تأکید میگذارد، من همیشه با ایشانم. من همیشه با چنین اندیشه هایی خواهم بود و خواهم رزمید و خواهم مرد برای ایران. این یه بود قضیه است و ما یه افتخاری که بتونیم باشیم در این فضا. اما یکی دو تا نکته هست که حالا مجموعه صحبت و چیزی شده بود. خیلی جالبه نظام اونقدر به زوال. من خواستم یک کوچک این واقعه ویرانگر مصوم 22 بهمن رو به شما نشون بدم، در حد کمتر از نیم دقیقه شاید. تمام دروغ، جمعیت کم، رسوای خاص و عام، گزارش خبرگزاری های رسمی و حکومتی رو برید ببینید. من نمیگم یک ضد انقلاب برون مرز نشین به تعبیر اونها، خودتون برید رصد کنید، سیر کنید. آقای سکویی عزیز، بعضی جاها 50 نفر، 100 نفر. ما حالا گیریم که مثلا شهر یزد یک مرکز استانه، بگو اصلا 5000 که نیست. من دارم جمعیت رو نگاه میکردم. بعد وقت میگن بازتاب در رسانه های جهانی. یه تیک فقط رسانه های جهانی که بازتاب دادن رو خواهشم گوش بدید. من 1 ثانیه بذارم اینو. حماسه حضور مردم ایران در لنز دوربین های رسانه های خارجی، شبکه های تلویزیونی الجزیره، المیادین، المنار، العهد، الاتجاه. دیگه ها رو دیگه من حساب میکنم، خودتون بخونید بچه ها. یک سری رسانه های حکومت پرورده پول تزریق شده داعشی طالبانی ملایی جمهوری اسلامی، المنار و العهد و این البیان و این چیزها رو با تعبیر آوردن گفتن پوشش دادن. همه اینا حکایتگر اینی که در کنار این خبر بود یک مطلبی دیگری بگم، من بد نیست که بدونید. جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله مذاکره رسما دیگه به جعل خبر رو آورده. این خیلی برای من جالب بوده. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که از جمله وبسایت خبر فوری خود دوشنبه 22 بهمن به نقل از مطلب، یعنی مطلب رو جلب میکنه به نقل از روزنامه والستریت ژورنال، چون دیده که جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای با این خطای خوفناک و خبطی که البته ما که خوشحالیم، چون هر حرکتی که خطا باشه و غیر عقلانی باشه و منجر به زوال زود هنگام این نابکاران بشه قطعا بهبود ایرانه، نابودی جمهوری اسلامی بود ایرانه. به هر روی از یه طرف ترسیدن. خب بابا شما اینقدر میترسید تقبل مسئولیت کنید و به جعل خبر رو میارید.
چرا اینقدر هارت و پورت و الکی حرف میزنید؟ میدونید چیکار کردن؟ گفتن که یکی از شروط آقای ترامپ الحاق جزایر سگانه ایرانی به امارات جزو شروط اصلی ترامپ برای مذاکره با حکومت ایران اعلام شده. بررسی های صورت گرفته در رسانه های ایالات متحده آمریکا، تمام بررسی که صورت دادیم تماما اینا دروغه. اصلا جعل، یعنی جعل خبر. وقتی یک ساختار در بنبست تفکری گیر میکنه، ناگزیر به جعل و وارونه سازی. اینا فکر میکنن که جهانم مردم ایرانن که 14 و نزدیک 5 دهه تونستن با دروغ و اینها. خیر، مردم ایران از 96 تومار برانداختن شما را به شیوه فرهنگی و سیاسی فریاد زدن در خیابان. جهان جدید عصر ترامپی رو که اصلا دیگه نمیتونید فریب بدید با جعل خبر و با دروغ و با آمارسازی و با قزه‌بازی و با غمزه‌گرایی و مسائلی از این دست. این بازی ها همونی که همیشه میگم، بازار خودفروشان زان سوی دگر است. اینو دیگه بازارشون به قول نظامی گنجئی که بیزری اسباب بیزاری شود. شما بازارتون بیزر شده، دکان و حجره هاتون بی متاع و بی کالا شده. واسه همینه که هارت سپورت میکنید یواشکی، به قول ترکا گیزلی گیزلی، عباس عراقچی رو برای یه کاسه دیپلماسی التماسی راهی مسقط تا قطر میکنید و هر آنچه که فوشهای لازمه هست به نقل از آقای سکویی بر شما آوار باد. حالا من تمرین میکنم بعدا شاید یاد گرفتم، اینم یک مزاح کوچکی بوده. در هر روی همه اینها حکایتگر اینه که یک ساختار که در بنبست قطعی قرار میگیره دست به این نمایش آماری میزنه، جعل رویداد میزنه، راه گم کرده هستن، پریشان و سراسیمه هستن. چه بسا اصلا غالیبا پزشکیان اینا خودشون نمیدونن داخل داره چی میگذره. و به گمان این جانب در تحلیلی بخوام اشاره بکنم، به گمان این جانب قذافی پریم در منطقه میتونه تکرار بشه و سرنوشت معمر حتی مقامات امریکایی هم به طور مقامات میانده است به این موضوع اشاره کردن. نکته بسیار دیگری که برای من جای خوشنودی داشت آقای سکویی عزیز، بحثی که آقای ایلان ماسک در بهینه‌سازی ساختار اداری سازمانی امریکا داره صورت میده، دست گذاشتن روی رادیو اروپای آزاده. چقدر زیبا گفت اروپا آزاده، اصلا نیاز به رادیو اروپای آزاد نداره. رادیو فردا و صدای آمریکا هم خب دو تا رسانه پارسی زبانی تحت امر همین کمپانی و نهاد رسانه‌ای هستن. احتمال تعطیلی این دو بنگاه، این دو لانه سراسر فساد، اگه من یه روزی به شما خواهم گفت آقای سکویی که چه جانورانی چنگ انداخته بودند، اسم نیروی ملی می آمد، من اینا رو فقط در دیداری که امید آن دارم به امریکا بیام و حضوری شما رو ببینم یک گفتگو بکنم و اینا رو به شما بگم. هنوز در شرایطی نیستم که بخوام جز به جز اینها رو شرح بدم، ولی بسته شدن هر صدا و ساز امیرانی بر ملت ایران میمون و مبارک خواهد بود. خیلی اینها به بیراه کشاندن، حتی خود ماهایی که منی که مدعی بودم که سیاست رو تمرین کردم در زمین عملی سیاست، یه جاهایی بله ما آدمیم، چنان چهره سازی و مشاطه گری میکردند و اندیشه گستری میکردند و زدند و گرفتند و بردند و به مقامات عالیه رسیدند و مجدد در جاهای دیگر هم کماکان به هر روی بازار ارتزاق گرم است. و این بسته شدن به گمان این جانب یک کمک تازه تری به جریان ملی میهنی خواهد کرد. من به این مقدار بسنده می کنم. اصلا اساسا آمدنم رو و فلسفه حضورم رو در این اتاق خواستم به گونه اشاره کنم که ما رو با ایران اندیشان و پیشکسوتان عرصه مبارزه همواره همراهی و همدلی هستش. سپاس بیکران آقای سک. بی نهایت سپاسگزارم رایان بسیار نازنین. من از اونجایی که در طول 1-2 سال گذشته حضرت عالی حقیقتا مطالب بسیار مهمی در دل دارید، در حافظتون دارید که خب من درک میکنم باید یک زمانی پیش بیاد
که شما با فراغ حال به این مسائل بپردازید. بنده هم حقیقتا روز شماری برای اون روزها میکنم، اما خود شما هستید که باید تشخیص بدید چه زمانی این نکات بسیار مهم و تاریخی رو با ملتتون، با هموطنانتون در میان بگذارید. روی ماهتون رو میبوسم. هموطنانم یک اشاره اینجا باید خدمتتون عرض بکنم. امروز و دیروز در لندن، انگلستان، در پاریس، فرانسه، گروه کثیری از هموطنان ما، عزیزان ما، اونهایی که دل در گرو ایران و آزادی ایران دارند، در یک تظاهرات بر علیه حکومت اسلامی و فریادهای مرگ بر خامنه‌ای و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی حقیقتاً نمایشی رو روی پرده خیابانهای پاریس و لندن به نمایش گذاشتند که برای من شگفت‌آور بود. با پرچم‌های شیر خورشید سرنگ ایران و عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی، جمعیتی بزرگ، نه 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، اینها سعی کردن خودشون رو به سفارتخانه‌های در پاریس و لندن جمهوری جنایت پیشه اسلامی برسونند. یعنی حدوداً چند کیلومتر راهپیمایی کردند، اما هم انگلستان هم فرانسه نگذاشتن اینها به نزدیکی ساختمان‌های سفارت برسند. من این گرد همایی با شکوه رو به هموطنان بسیار نازنینم، طرفداران پادشاهی پارلمانی در فردای ایران و شاهزاده رضا پهلوی تبریک میگم. زمان آن فرا رسیده که جمهوری خواهان هم این گونه گرد همایی ها رو به معرض دید دنیا بگذارند. اما خوشبختانه همیشه در طول این 35 سال گذشته این طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بودند که امروز و دیروز من دیدم چه نمایش شگفت‌آوری رو به دید جهانیان گذاشتن. مطلب دوم این که اتاقهای زیادی اینجا زده میشه. خب 80%ش 10 نفر، 8 نفر، 12 نفر دارن به قولی معروف سرگرم میکنن خودشونو، برای این ترتیب گذران زمان میکنن. اما یکی دو تا تالار ما اینجا داریم که اینها بسیار بسیار شخصیت‌های برجسته‌ای هستند، ایرانگرا هستند، ملیگرا هستند. یکی از این تالارها تالاری است به نام تهرانی که آقای تهرانی از ایران، شخصیت‌هایی مثل آقای نوروزی، کیخسرو عزیز ما، آقای شبیری و دیگران حقیقتاً در راه آزادی کشور ما دارن فعالیت میکنن. از شما میخوام زمانی که تالار ما بسته میشه، اگر اونجا باز باشه، به اونجا برید و در نهایت یک فعل و انفعال ایرانگرایی و ملیگرایی رو من در اونجا بارها شاهد بودم. هموطنانم 2 شخصیت اینجا داریم، 3 شخصیت داریم. مشتاقم صحبت‌های اینا رو بشنوم تا تحلیل آخرم رو خدمتتون ارائه بدم. هیومن جان تشریف دارید شما؟ قربونت برم. بله، سلام و درود دکتر جان. من اگه اجازه بدید دوستانی که به عنوان مهمان تشریف آوردن که خودمون صاحب خونه میدونیم بله. صحبت بکنم، من هستم خدمتتون، بعد صحبت چقدر میکنم. عذر لطف میخوام. داری هیومن جان. هیومن جان یه چیزی هم میخوام بهت بگم برادرانه. تو میدونی من شما رو بسیار دوست میدارم، هموطنی هستی که از درون خاک کشورم با ما تماس، یعنی خودتو میاری در خدمت مردم بگذاری. تو قلب بسیار پاکی داری، من اینو حقیقتا این شفافیت رو حس کردم. میخوام ازت خواهش بکنم حواستو جمع کنی، تالارت هم که بسیار پر جمعیت میشه رو کنترلش رو تحت هیچ شرایطی به شیادان، وسط بازان، دلالان حکومت اسلامی ندی. خودت میفهمی کیا رو دارم میگم، آقا و خانومی که میان اونجا از طبیعت نازنین قلبی تو سوء استفاده میکنن و اتاق تو رو به یک گندگاهی میکشن که شایسته تو نیست. پوزش میخوام دخالت کردم، اما میدونم که به نصیحت‌های من گوش میکنی.
جناب آقای جناب اسد سکوی عزیزم. عزیز، من با پوزش، چون خواستم اسای ادب به محضر دو مهمان عزیزم نشه، چون امکان ادامه حضور نداره میرم پایین، خواستم اجازه بگیرم که خود برو نکرده کم عزیزم. احترامی رایان نشه. جون، شما مطالب بسیار ارزشمندتون رو بیان کردید، لطف کردید تشریف آوردید. شما بزرگ. همیشه اینجا جایگاهتون محفوظ. حضورتون عرض کنم که جناب آقای اسد عزیزم بفرمایید، در خدمتتون است. درود جناب دکتر و همینطور جناب هومن. من یه ذره دیر اومدم، صحبتاتون رو گوش کردم و خواستم بهتون واقعا تبریک بگم که به قدری سخنرانای خوبی هستید که این مردم باید افتخار کنن. ببخشید میگم، نمیخوام برای فقط خوشحال کردنتون، برای اینکه نتیجه میدید و فوش‌های آقای دکترم خیلی دوست داشتم. من توی یک کلاب هاسی بودم، پیشنهاد کردم به دوستان مادریترشون که اجازه بدن که مردم صحبت کنن، ولی یه اصولی بذارن که به همدیگه فوش ندن. ولی حرفای آقای دکتر که این عده کلاب هاست زیاد میکنه، مردم میان گوش میکنن و نمیرن بیرون راحت و باعث رشد کلاب هاست میشه و خیلی این گروه های به اصطلاح قشر خاکستری که نمیان تو، که خیلی مدت زیاده تو تمام دنیا، اینا بیشتری که نمیان برای همینه که محیط رو یه مقدار سیاسی میدونن، میگن سیاست کثیفه، که به نظر من حرف خنده‌داریه، درستی نیست. به چیزایی که شنیدم و میگم، به منم گفتن نرو، بعضی جا فوش بهت میدن فلان میدن، ولی من همیشه اومدم. ببینید دکتر، من یه سوالی داشتم ازتون. من زاویه سیاستمدار نیستم اصلا، مثل شما سخنران نیستم. کارم فقط مدیریت سازمانی بوده، یعنی موفق تو آمریکا 45 ساله اون بوده و همش اومدم از این زاویه مدیریت موفق، مدیریت برای موفقیت، نه بردن. چون بردن ممکنه رقابت ناسالم باشه، ولی موفقیت میتونه رقابت سالم باشه. این رو اگر بتونیم تو این گروه ها، کلاب ها، حتی تو مردم ایران یا هر جایی این یه ذره تو بحث هامون بذاریم، این خیلی باعث میشه که گروه خاکستری بیان تو و مردم اتحادی پیدا کنن که لازمه و اصل اول موفقیت در این بحبوحی هست که ما گیر کردیم. این یه اصلیه که من شخصا یه گروه 5 نفره به عنوان مادریتور نه ببخشید میوجوگر یا میدییشن درست کردم تو همین آمریکا. با بیشتر این گروه های سیاسی رفتم، باشون صحبت کردم، با رؤساش خیلی میشناسم. با کلاب هاست ها اومدم، چون خوشبختانه الان کلاب هاست ها ما خیلی موفق تر از گروه های سیاسی مونن. سیاسی ها واقعا بعضیاتون افکار قدیمی هن، جووناتشون کمه و نتیجه نمیگیرن و تنها چیزی که واقعا به نظر من کمه مدیریت سازمانی و به چطوری به عنوان یه سازمان پیشرفته به که کشورهای موفق کار کنن. اینو ما سعی میکنیم این تخم محبت، اسمش تخم موفقیت، هر چی اسمش بذارید، از اون راه پخش کنم و جزو هیچ گروه دسته هم نیستم. سعی کردم بی‌طرفی رو حفظ کنم. حتی به اون کسی که تو جمهوری اسلامی هم هست رأی میده به عنوان یه ایرانی احترام دارم. و این خواستم عرض کنم، میخواستم از آقای دکتر و جناب ببخشید رفتن مثل کنیسه، حالا دکتر میتونن جواب بدن. شما از نظر دو مطلب به شما خیلی تاکید کردید و من سعی کردم نقاط کلیدیتون رو درم، چون کارم همینه. یکی از نکات کلیدی که دکتر خیلی قشنگ با زبان بسیار زیبا، فحشاشون هم واقعا به دلچسب بود چون درد مردم ایران بود، گوش کردم. یک مطلب خیلی اصرار کردید که اصلاح طلبی کار نمیکنه. یکی این بود، یکی هم این که تو صحبتاتون اگه یادتون باشه وسطاش به اون نتیجه رسیدید که یه جورایی گفتید که مردم آخر میفته دست مردم. میخوام ببینم که شما مثلا یه نمونه راهکار من الان عرض کردم خدمتتون در مورد اینکه چطوری این مردم رو بیارید واردتر کنید سیاست. اتحاد که خیلی مشکلیه، چی میگن جوک شده اتحاد درست کردن. و اینو چه پیشنهادی دارید، چه راهکاری دارید غیر از بحث‌های کلی که دو مطلب شما خیلی خوب ثابت کردید و گفتید که فرمودید که این جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، درست نمیشه، بعدن باید برن، همینا رو به زبان قشنگ گفتید. خلاصش میگم و یکم که مردم باید بیان تو این. خب همه میگن اینو. شما چه راهکار عملی که میگم نه در سطح سیاسی، در سطح بلند که همه مردم شنیدن بارها و بارها و بارها به زبانهای مختلف،
چه راهکار عملی دارید؟ حالا من یه نمونه کوچیکش بدم به عنوان که مشخص بشه دقیقاً چی میگم. مثلا این که من میگم که بیشتر مشکلات ما مشکلات کالچریه، یعنی فرهنگیه. یعنی اینکه علت که مردم نمیان، یا این احزاب، ما 100 تا حزب داریم، چند تا کلاب هاست داریم، اینا نمیان با همدیگه روی سازماندهی درست و با هم کنار بیان. اینو من وقتی گفتم به گروه ها، به گروه مشروطه، به گروه نمیدونم خیلی گفتم، تظاهرات خیابونی، جناب سیاوک، اینا، من باش آمریکام، البته آمریکایی فکر نکنید حالا مأمور آمریکام یا جمهوری اسلامی لطفاً، ولی اینو بارها گفتم. رئیس یکی از اینا که خیلی هم دوست قدیمی بنده است گفت بابا جون این راه غیر ممکنه، اسد نرو دنبال این کار. من یه چیز نمی کنم، یه اخلاقی دارم به خاطر اون بیزینس منی بودن، گیواب نمی کنم، یعنی اینکه ببخشید شکست قبول نمی کنم یا اینکه پشت کار از دست نمیدم، میرم تو برای اینکه موفقیت در شکسته. مثلا اومدن گروه بیشتر چیز کالچریه. آیا تو این کلاب هاست ها که میدونم کلاب هاست جاش نیست اینا، ولی جای دیگه من گیر نمیبردم، تو این کلاب هاست ها فکر نمی کنید مثلا میگم یک بحث 10 دقیقه‌ای، نه طولانی ها، 10 دقیقه‌ای در مقابل به مردم به زبان ساده، نه به زبان یک روانشناس یا جامعه شناس، اونا خوبه ولی مردم گوش حوصله‌اش ندارن، یه جوری میخوان که به زندگی عادیشون مربوط میشه. اگه مردم ایران یک چیز دو چیز رعایت کنن، اون دو چیز چیه؟ یکیش من میگم هم کالچریه، مثلا این که ما انگو خیلی دوست داریم، تحقیق اصلا دوست نداریم، توهین به هم میکنیم. تو کلاب هاست دیدم اصلا خود مادریتوران با هم شوخی میکنن، بعد جنگ به جنگ تبدیل میشه. یا مثلا سخنران میاد زمان براش بذارن، مادریتورا رو میگم بگی 10 دقیقه صحبت کن، ولی تو این 10 دقیقه بذارید مثل دکتر حرفش زد، خیلی هم قشنگ گفت، بذار حرفش بزنه. حالا اگه بدم بود دیدید فوش میده قطعش کنید، بهشن بگید شرطش چیه. و این قانون رو مثلا بذارید، خیلی کمک میکنه به کلاب هاست که کلاب هاست 10 برابر بشه. همه قشر خاکستری که آدمای محترمی هستن خیلیشون، ولی نمیان به خاطر اینکه میترسن. من فقط دنبال راه حلم، چون کارم کار مدیریت سازمانی بوده و اینم درس میدم تو دانشگاه اینجا، و یکم خودم شرکتایی داشتم، موفقیتایی بوده در سطح مثلا آمریکا بوده، مثلا اوباما کره مثلا شرکت درست کرد. ببخشید میگم در مورد خودم، آدم نباید خودش بگه، خانمم همیشه میگه نگو، ولی خب چون بک‌گراند نمیدن، بایو نمیدن، آدم نمیدونه چی بگه. گفتم حداقل میرم تو این مادریتورا، تو این گروه های کلاب هاست سیاسیون گوش میکنم، هم چیزی یاد میگیرم، و همین که راهکار سازمانی عملی رو برای موفقیت تا اونجا که بلدم به عنوان ایرانی میدم بهشون، که اینا باعث شکست ماست به نظر من، که خیلیش برمیگرده به اون فرهنگ ما. فرهنگ ما بسیار زیباست، بسیار زیبا، همه دنیا دارن راجبش حرف میزنن، ولی مشکلی هم داریم که همین مشکل اتحاد رو از بین برده. هر کی میاد تو، اولین کاری که میکنه، مثلا صحبت شما میفرمایید تو این گروه ها میان، تا میای راجع مطلب صحبت کنی یک کلمه اشتباه بگی، بلافاصله به انحراف کشیده میشه بحث، همش همون میکنن، اصلا نمیدونم مطلب بگی، منظور رو حالی کنی. شما دکتر منظورت بسیار زیبا گفتی، بسیار قشنگ بود، خیلی سخنرانان واقعا قشنگ میگن، این کمک بزرگی به مردم، ولی کافی نیست. کافی نیست، یعنی راه حل نمیدیم ما. به عنوان مثال بیام به مردم صحبت کنیم، بابا این که به جای اینکه هر کی میاد تو بهش انگ ببندیم، انگ میگم حالا لغت چی میگم درست فارسی چی میشه مثلا اتهام ببندید، بیاید مثلا این کارو کنید. تو این کلاب ها و صحبتاتون، چون خیلی حرفاتون رو گوش میکنن دکتر اسد دیدن. جان، بله اسد خواهش. جان، بله بفرمایید. من شما رو دریافت کردم. ببین عزیز دلم، من با 35 سال سابقه سیاسی به نحوی که در حد توانم هست دارم کار میکنم. حدود 5 دهه از خارج از کشور زندگی میکنم. 5 سال قبل از کودتای 57 از ایران خارج شدم. من به یک اصل رسیدم: در خارج از کشور سازماندهی و آن چیزی که شما میخواهید تا به امروز انجام پذیر نشده و به نظر من نخواهد شد. دلیلش چیزی جز این نیست که هسته‌های مرکزی، پروژه‌های رژیم، شخصیت‌های بسیار بسیار کثیفی که در خدمت این رژیم هستند، در اکثر
جنبش ها و نهایتا احزاب، دسته ها، گروه ها، حتی شخصیت های منفرد نفوذ کرد. من به درک این واقعیت رسیدم که هدف من در درون ایران عزیز دلم، کار من، هدف من، صحبتهای من، تجربه های سیاسی من، بچه های نیمه دوم دهه 70، دهه 80 و دهه 90 هستند. در نزدیک به 7 سال تلویزیون آریامر که با 3 ستلایت به درون ایران میرفت، بسیاری از این جوانها 12-13 سالشون بود. در تمام این 15-20 سال گذشته من توانستم یک رابطه بسیار نزدیک با بچه های مخصوصا دهه 80-90 برقرار کنم. من هدفم چیزی جز تشکیلات سازماندهی شده در درون ایران بین بچه های جوانسال کشورم از 18 سال تا 40-45 سال به نتایج فوق‌العاده‌ای رسیدم و به جرأت خدمتتون میگم آن چیزی که هدف شماست و من بسیار هم بهش احترام میگذارم، این مسئله در درون ایران داره روش کار میشه. نیروهای زیرزمینی فراوانی رو ما تونستیم تشکیل بدیم که به موقعش به نتایجی که میخوایم خواهیم رسید. اسد جان، در خارج از کشور نهله های کثیف حکومت اسلامی، پروژه های حکومت اسلامی، تو همین کلاب‌هاوس شما نگاه کنید 4-5 ساله مثلا آقای فخرآور یه پروژه رژیم 4 سالی مردم رو سر کار گذاشت. وقتی فهم و شعور، درک و ادراک مردم تا اون حد که هنوز گول وسط بازان، شالاتان ها، کانارتیست ها پروژه های رژیم رو گولشون میخورن، یا یه شخصیتی مثل اسپکتیک، تحقیقاتی بچه ها من در درون ایران انجام دادن، 11 سال بازجو و شکنجهگر زندان اوین بوده، با پشتیبانی دستگاه های اطلاعات امنیتی رژیم یه عده رو جمع میکنن و هدفشون تضعیف فرهنگ و آموزه هایی است که اینها در خارج از کشور در کشورهای متمدن و دموکراسی آموختن، به ضایع کردن فحاشی های رکیک جنسی و در نهایت سر کار گذاشتن من از برون از مرزهای ایران قطع امید کردم. البته ما یک شخصیتی داریم به نام شاهزاده رضا پهلوی که بیش از هر شخصیت دیگری چه در برون مرز چه در درون مرز ایشون هواخواه داره، اما اون روش سازماندهی سیستماتیک رو هم ندارن. دیروز و امروز من شاهد تظاهرات و گردهمایی طرفداران ایشون در لندن و پاریس بودم. به قدری قشنگ سازماندهی شده بود برای اولین بار که من حقیقتا لذت بردم. به همین جهت شما رو درک میکنم. بسیار صحبتاتون در خور توجه و قابل تحمل. من در برون از مرزهای ایران 1 ثانیه دیگه وقتم رو برای اینکه اینایی که بیرون مرز هستن نمیذارم. هدف من، اهداف من در درون ایرانه. کارهای بسیار زیادی رو انجام دادیم. تمام صحبت‌هایی که هر روز در این کلاب هاست میکنم، 7 سال در تلویزیون آریامر هر شب عکس رهبران حکومت اسلامی رو 2 بار در هر برنامه به آتش کشیدم. از خمینی بگیر بیا تا زید. من مردم ایران، بچه‌های ایران من رو خیلی خوب میشناسن. من به جرأت میگم قصد بزرگنمایی از خودم رو ندارم. بیش از هر شخصیت دیگری در درون ایران بین بچه‌های دهه 80-90 منو دوست دارن. با اونا دارم کار میکنم و به اهداف خودمون خواهیم رسید. آرمان جان بفرمایید. خب آقای آرمان تشریف ندارن، بنده ایشون رو نه راه هستم. هستی. ببخشید من بفرمایید. آره این آنلاک کنم گوشی رو. درود جناب سکوی عزیز، خیلی خوشحالم که با شما هم کلام میشم. درود به همه مخاطبین عزیز. یه نکته رو که جناب رایان گفتن که خیلی مهم بود اینه که الان کمپینای دروغ پراکنی رژیم فعال شدن و دارن دروغ پراکنی میکنن راجع به این قضیه. مهمترین دروغ پراکنی که اخیراً به شدت دارن فضای داده دارن پخشش میکنن اینه که ترامپ گفته که یکی از شروط من اینه که جزایر سگانه رو ببخشی. همچین چیزی وجود خارجی نداره. دروغ محضه. دروغ محض.
و این خیلی الان هم ببینید این مزدورای رژیم، مزدور مخفیاشون و مزدوران واضحشون دارن این رو توی اتاقات دارن پخش میکنن و جالبم این بود امروز توی اتاق برانداز اتفاقا اسم به قول اونا هم لیبل براندازی رو به خودشون میکشن و جالب این بود که این حرف گفته شد و هیچ یک از مادریتورا و افرادی که روی استیج بودن اعتراضی نکردن. خیلی این قضیه مهمه. چرا روی این قضیه بیشتر تاکید میکنم جناب سکویی؟ چون که الان با گندی که خامنه ای زده و اختلافی که در بین مزدوران رژیم، اصلاح طالبانیا و اصولگرایان، حالا به اصطلاح کوتان کوت به قول اصولگرایان، نه اینا اصلاح طلبن نه اصولگرایان، نه همشون مافیای اولیگارشی رژیمن، بگذاریم. الان این اختلافی که بین اینها افتاده، اون اون دسته از اولیگارش هایی که حامی این تصمیم خامنه ای، تصمیم که گرفته هستن، این پروپاگاندا رو به شدت دارن نشر میدن که این قضیه رو این تصمیم رو که خامنه ای دجال گرفته رو بیان و از اون یک مشکل ملی بسازن که بگن آقا ببینید مثلا از این موارد این بوده که جزایر سگانه رو فلان. خیلی این قضیه مهمه و از دوستانی هم که پایین هستن من خواهش میکنم اگر توی اتاقی دیدین که این کمپین دروغ پراکنی داره اجرا میشه، توی چتروم بیای روی استیج یا توی چتروم اعتراض بکنید، این قضیه رو رسوا بکنید و اجازه ندید این دروغ پخش بشه. بسیار روزهای حساس و سرنوشت سازی از روزهای ایران و ملت ایران هستش. باید این روزها هوشیار باشیم و سرسری از موارد عبور نکنیم و این تصمیمی هم که خامنه ای گرفته منجر به فروپاشی رژیمش خواهد شد. مرسی جناب سکوی، من بیشتر از بی این نهایت مصدی اوقات نشم. خیلی سپاسگزارم. خوشحال شدم. ببخشید. آژمان عزیزم، حق با شماست عزیز دلم. ببینید الان 2 تا کمپین حضورتون عرض کنم که اتفاق افتاده، داره روش حکومت کار میکنه. یکی از اینها همین مسئله است که در 48 ساعت گذشته باب شده. مسئله دیگه حمله شدید در ارتباط با حضور مبارکتون عرض کنم که خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی است. یه نکته ای رو من اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم. عزیزان دلم، خانم ها، آقایان، قربون شکل ماهتون برم، گوش کنید. حضورتون عرض کنم که بذارید اینو بذارم برای بعد، الان ممکنه مشکل ساز بشه. ببینید، صحبت از این است که در برون از مرزهای ایران حکومت کثافت اسلامی میلیون ها دلار داره در سال خرج میکنه تا توطئه های خودشو، پروژه های خودشو، حرومزاده بازی های خودش رو کاملا این سفره رو گسترده باز نگه داره. پروژه های مختلف، شخصیت های کثافت کانارتیست و شالاتان های مختلف. حضورتون عرض کنم با تمام قوا سعی بر ماله کشیدن به یک رژیم جنایتکار. من به همین جهت آنچه که از دستم برمیاد رو الان حدوداً 20 سال گذاشتم برای هماهنگی با بچه ها در درون ایران. ببینید یه چیزی تو مردم رو دست کم نگیرید. تو ایران ها دست کم گرفتن این مردم خطایی بسیار بسیار به نظر من بده. ما باید بیایم ببینیم این ملت چی بر سرش اومده.
توقع این که آقا چرا نمیایین جلو گلوله و این گونه مسائل که به نظر من ملت، حالا براتون تشریح میکنم چرا، یک مقدار سرخورده شده، بدنش لخت شده. وقتی این رژیم اومد کشور ما رو اشغال کرد، یک رژیم سرکوبگر، استبدادی، فاشیستی دینی، 46 سال میلیون ها هموطن من و تو رو به طریق سرکوب وحشیانه، ترس از مطالبه برحق خودشون که چیزی جز آزادی نیست، اینها رو در چنان قرنطینه‌ای قرار داده، آنچنان سلابه بر گردنشون گذاشته، سعی کردند این مردم رو محروم از آزادی زندگی خودشون بکنند. عزیزانم، نسبت به مردمی که در درون ایران هستند باید قلبمون با اونها باشه. میلیون ها هموطن من و تو، عزیز دلم، خانم نازنینم، دخترم، خواهرم، مادرم، پدرم، برادرم، پسرم، با فراموش کردن مطالبه انسانی و ذاتی خودشون به هر طریق که بود سعی کرده اند با این استبداد و خفت زندگی کنند. بچه هاشون رو بردن کشتن. اینی که ما میشنویم 10 تا اعدام دیروز در ایران شد، این 10 تا اعدامی است که روه 10 ها اعدام پشت دیوارهای زندان اوین، قزلحصار، بالا، پایین، کریزک، اون استان هر روز داره انجام میگیره. تمامی هموطنان من، ایرانیانی که در مقابل استبداد مستقر شده ایستادگی کردن رو در این 46 سال اعدام کردن، سرکوب کردن، زندانی کردن، مجبور به ترک وطن کردن. ترسی که راجبش صحبت میکنم، بسیاری از هموطنان من با ترسی که از این رژیم آدمخوار، رژیم جنایت پیشه، رژیم سرکوبگر دارن، برای ادامه حیات فیزیکی دست به یک سری خودسانسوری، سازوکارهای درونی زدن تا بتونن با شرایط کنار بیان، روزی فقط نفس بکشن. به این ترتیب در یک فعل و انفعال ذهنی خودشون هر ایرانی در هر سن و سالی واقعی درون خودش رو با یک واقعیت غیر خود پر کرده. از نظر روانکاوی، روانشناسی دارم میگم. در واقع این خود درون ایرانیان از دزدی، سرکوب، چپاول ثروت ملی، فساد نهادینه، بحرانهای درگیر که در اون به واسطه بیکفایتی یک حکومت به معنای واقعی کلمه، بی‌سواد در سطح پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت علم، پیشرفت دارو، هر چی که بگید، این حکومت به خوبی آگاهه که عقب افتاده است، منتها با توسل به غیر خودش سعی داره ما رو به ندیدن و نادانی بزنه تا از این طریق بتونه ملت ایران یک زندگی حقارتبار رو ادامه بده. ادامه دادن به این روند در طول 46 سال گذشته، این ادامه این روند باعث شده تا هموطنان من و تو خود واقعی خودشون رو به طور کامل فراموش کردن. سعی دارن به خودشون بفهمونن که این غیر خود در واقع همان خود واقعی اونهاست. هموطنان ما مسخ شدن. برای فرار از مسئولیت پذیری و پرداخت بهای سنگین برای ذات حقیقی خودشون که همون حق انتخابه، روی آوردن به غیر خودشون. این غیر خود ایرانی‌ها، این غیر خود هموطنان ما رو تبدیل به کودکانی کرده که قدرت انتخاب ندارن. مدام انتخاب رو به گردن دیگران میندازن تا دیگران و آقا بالا سرهاشون براشون تعیین تکلیف بکنن. در این حرکت ذهنی است که ایرانیان حق شهروندی و ذاتی خودشون رو به یه مش آخوند پوفیوز و مکلاهای حرومزاده واگذار کردن. خودشون رو تا درجه صغیری و حقیری پایین آوردن.
نباید ناگفته بگذارم که فرقی است بین ما بین صغیر و حقیر. صغیر بودن صفتی است که ذاتاً در فردی امکان وجود داره. صغیر بودن صفتی است که ذاتاً در فردی بودن امکان. منتها حقیر امری بیرونی، یعنی مفعول رو عامدانه مورد تحقیر قرار میده. باید روانکاوی، روانشناسی، جامعه شناسی مردممون رو تو این نیم قرن گذشته بشینیم حساب و کتاب بکنیم. در واقع عزیزانم، هموطنانم، با تعاریف کلی و کوتاهی که بنده از حقارت و سقارت در برای شما بیان کردم، به خوبی متوجه هستیم که شخص یا اشخاصی که مورد حقارت دائم قرار میگیرند همش تو سرشون زده میشه. یه بچه توی خانواده پدرش کتکش میزنه، مادرش بهش اونطور که باید شد. این آدم مدام تو درد و رنج این بچه زندگی میکنه. بزرگسالان ما مورد حقارت دائم قرار گرفتن. مدام این ملت تو درد و رنج داره زندگی میکنه. اگر نخواهند به دنبال همون ذات واقعی انسان که همون آزادی است برن، علیه شخص یا اشخاصی که این حقارت رو، یعنی حکومت اسلامی، نصیب اونها کرده، عصیان نکنن، در اینجاست که انسان شروع به تولید ذهن غیر خودی میکنه. از نظر روانشناسی شروع به تربیت این غیر خود در خودش میشه. خودش رو تعلیم میده همینی که هست باید بمیریم و تحمل کنیم. اینجاست که به غیر خودش میآموزه حقارتی که بر اون داره روا میره رو به سقارت تغییر بده تا درد و رنجی به همراه نداشته باشه. هموطنان ما سعی دارند تا این غیر خودشون رو درون خودشون به سقارت عادت بدن. دست به گدایی رو عادت کردن، تو سری خوردن رو عادت کردن، فشار زندگی رو عادت کردن. چرا؟ چون شاید با توسل به آن غیر، آن دیگر خودشون که به خودشون تحمیل کردن، خودشون رو در درون خودشون اقناع بکنن. فراموش هم نباید بکنیم که این پروسه و روند عادت دادن انسان، عادت دادن خود به یک غیر خود، بی هزینه نیست. این پروسه روندی پیچیده است، پر از هزینه های روان و جامعه شناختی رو میطلبه که در طی این پروسه شخص و اشخاص باید نوعی عدم بلوغ تصمیم گیری و فکری رو در خودشون پرورش بدن. هی بیرون نشستن، چرا مردم بیرون نمیان؟ هی نشستن تو سر مردم زدن آقا بی غیرت این بیرون بیاین. خوب توجه بکنید، مسائل رو باید از نقطه نظر روحی روانی، جامعه شناسی مورد بررسی قرار بدیم. این عدم بلوغ در هموطنان ما کمک کرده تا بتونن حقارتی که از سوی این رژیم کثافت حرومزاده جنایت میشه به اونها روا میشه رو سقارت معنی کنن و بتونن با اون سقارت خودساخته خودشون زندگیشون رو ادامه بدن. عزیزانم، هموطنانم، شخصی که خودش رو درگیر این عدم بلوغ و تصمیم گیری کرده، یعنی بهش اتشاف شده، درست مثل کپکی میمونه که سرشو تو برف کرده و از مقابله با ستمی که بهش روا شده فرار بکنه. این اشخاص، این ملت، با این عدم بلوغ ذهنی خودساخته سعی دارد از زیر بار مسئولیت پذیری به عنوان یک شهروند شونه خالی بکنن و با جهل خودساخته خودشون بتونن با استبداد حاکم کنار بیان. یکی از بزرگترین معضلات حکومت‌های فاشیستی دینی، خصوصا این دین کثافت این آخوندهای حرامزاده و مادر قهوه، اینه که شخص تمام حقارتی که بهش روا میشه رو میبینه، حس میکنه، درد میکشه، میفهمه، منتها نمیخواد با این عدم بلوغ خودساخته طوری نشون بده که نه، من نمیفهمم، نمیبینم، حس نمیکنم. در واقع به همین دلیله که میبینیم اکثریت هموطنان
من و شما ایرانیان با بیماری افسردگی، سرخوردگی دارن دست و پنجه نرم میکنن. ملت ایران امروز بزرگترین ملتی است که داره در انگزایتی به سر میبره، فراستریشن رو پذیرفته، اما باز نمیخواد حقارت و بدبختی که بهش داره روا میشه رو بپذیره. عزیزانم، هموطنانم، اینایی که از ایران 4 سال 5 سال 10 سال اومدن میفهمن من چی میگم. در کشوری که از بوق سگ تا شام او رو غارت میکنن، تحقیر میکنن، روح و روانش رو له میکنن، به خودش یاد میده تا در دنیای خود ساخته خودش به سر ببره. این حقارت رو در دنیای نابالغ خودش به صغارت خودش تبدیل کرده. این جهل و عدم بلوغ پناهندگی، این جهل، این عدم بلوغ یه پناهگاهی ایرانیان از خود برای خودشون ساختن. میبینن، میفهمن، منتها از بها دادن و مسئولیت پذیری گریزان. من 50 سال خارج از ایرانم، اما امروز جسمم، روحم، نفسم، نفسم در درون ایرانه. امروز ملت من به مانند اجداد خودش بهانه‌ای برای ندانستن نداره. از هر سمت و سو اخبار رو داره میبینه، دنیای مجازی رو میبینه، عکس ها رو میبینه، فیلم رو میبینه، گزارش ها رو میبینه که به سمتش دارن سرازیر میشن. ماهواره‌ای که میتونه عامل آگاهی براش باشه رو کنار میذاره و به کانال هایی که به این عدم بلوغش کمک میکنن پناه میبره. رسانه های فارسی زبان از VOA، صدای فردا، ایران اینترنشنال، BBC، یورونیوز، تلویزیون های دوزاری کثافت زرازاده لس آنجلسی، اینها بزرگترین دشمنان ملت من هستند. به همین جهت به جای اینکه بره اون کانال هایی رو ببینه که به این عدم بلوغ کمک بکنه، پناه میبره به اون جاهایی که دارن گولش میزنن، میگن تو باید تو همین ساعت بمونی. مبارزه مدنی تا 100 سال دیگر، مبارزه خشونت آمیز هرگز. ما باید یاد بگیریم ببخشیم، فراموش کنیم برای روزی که مردم بخوان اینا رو پایین بکشن. شخص بالغ سنی که باید مراقب باشه مبادا چیزی یا کسی او رو از این نابالغی در بیاره، مدام به دنبال حفظ صغارت خودشه تا روز مرگ میخواد اینو همراه خودش بکشه. مرگی که هر چه زودتر بیاد او رو خوشحالتر میکنه. ملت من و تو دارن روزمرگی میکنن. بابا یک بار بمیر ولی هر روز نمیر. چرا چنین شخصی تنها راه چاره رو، امروز بسیارانی در ایران تنها چاره رو مرگ میدونن. تنها امید بعضی از این شخصیت ها درصد بزرگی مرگ زودرس رو میخوان تا بتونن از این صغارت خودخواسته نجات پیدا کنن. هموطنانم، عزیزانم، این شکل از کودک صفتی که امروز گریمان یک مرد 60 70 یا یک زن 70 80 ساله رو هم گرفته، بسیاری هموطنان ما نه فقط در داخل ایران، در خارج از کشور، اکثر کسانی که 5 10 15 20 سال پیش هم اومدن گرفتار همین صغارت فکری هستند. این پدیده باعث شده تو در یک تالاری میشینی تحلیل های علمی، تکنولوژی، سیاسی، فرهنگ، سیاست بین الملل رو میبینی نشستن توی تکست، توی چت رو، محمد اونجا تو زدم، محمد ننت اونجوری بود. توجه کنید، اینها صغارت فکریه، اینها روحیه مرده است. اینها هرگز نمیخوان از این عقبگرد تاریخی بیرون بیان. من دارم در این 30 سال گذشته در دنیای مجازی این عقبگرد تاریخی رو دارم با پوست و گوشت و استخونم میبینم. در این روم ها میبینم هر کدومشون به نحوی از آنها 30 سال 40 سال عقبتر از زمانه هستند. مثلا در این خارج از کشور بسیاری از ایرانیان میشن من سیاسی نیستم. حالا با پناهندگی سیاسی اومده، گفته من کونیم، حکومت منو می اومده، من مسیحی شدم آن اومدم، من میخوام خشتکم رو بکردن من اومدم. این بدین معناست که ایرانیان
ادامه داشتن حیات استبداد رو داوطلبانه و آگاهانه منتها در توجیهگری های خودشون پذیرفتن، یعنی از حق ذاتی خودشون که همون آزادی است دست کشیدند. ما برای فرار از حقارت های وارده بر خویشتن از طریق ترسوتر کردن خودمون به دنبال تضاد بین خودآگاه و بالغی خودمون یه سدی ساختیم. در نتیجه برای از بین بردن یا کمرنگ کردن این حقارت بسیارانی سمت تفریح و شادی های کاذب میرن، حاضرن در این مسیر از تمام مرزهای اخلاقی و عقلانی عبور بکنن. تو همین کلاب هاست ببینید تا چه حدی ما از نظر مرزهای اخلاقی و عقلانی عقب افتاده هستیم. برای گول زدن خودمون حقیقتی به نام تفریحات منفی، مواد مخدر، سکس، قمار، راجب این حرف زدن، راجب اون بد گفتن، یعنی عقده های حقارتمون وجودمون رو به تعفن کشیده. عزیزانم، هموطنان خوبم، ما با رد ذات انتخاب یا به انحصار در آوردن قدرت در دست اقلیت خودی ها رژیم اسلامی تونست عرصه سیاست رو از شرکت اکثریت سلب بکنه، در حلقه تنگ شده خودی ها و مافیای خودش نگه داره. جمهوری جنایت پیشه اسلامی با رفتار غیر انسانی خودمحوری های خودش، با تصمیم گیری برای بیش از 80 میلیون نفر، با دخالت در تمامیه عرصه های زندگی هم از فردی و جمعی، تنها یک پیام رو تو این 46 سال برای میلیون ها ایرانی ارسال کرده: ما حق ذاتی انتخاب شما را سلب کردیم، سلب میکنیم، ما نفی انسانیت شما هست. غیر از اینه آقای اصال طلب. ای شماهایی که نونتون رو در خون ملت ایران زدید و خوردید، هنوز نشستید اصلاح طلب بازی و اصولگرا بازی میکنید. آیا شما درد این ملت رو نمیدونید؟ آیا شما با درک نکردن این پیام از طریق رژیم انسانیتتون رو گرفتیم میگیریم و به شما ما میگیم شما کی هستین تا شاید میتونید حرکت کنید؟ وقتی ما تاریخ رژیم های خودکامه رو مرور میکنیم، یک مبحث در تمام این رژیم ها مشترک عزیزان، اون اینه که این حکومت ها برای ادامه بقای نیاز خودشون باید خون بریزن، خون بخورن، باید حق طبیعی و ذاتی رو از انسان ها سلب بکنن که همون آزادی است. در نهایت با سلب این حق حقیقی، حق طبیعی، تهی کردن انسان ها از حس داشتن چنین حقی، اونها رو به انزوا و سقوط میکشونن و از این طریق میتونن بر جامعه مسخ شده کنترل داشته باشن. اون چیزی که در این 46 سال من از حکومت اسلامی دیدم، این حکومت شهروند نمیخواد. چرا که شهروند استبداد نمیپذیره. اینا برده میخواستن و 46 سال ملت ایران رو برده خودشون کردن. اینها هر شخصیتی که به دنبال آزادی خودش باشه رو زندانی میکنن، اعدام میکنن، شکنجه میکنن، بهش تجاوز گروهی میکنن جنسی، به عنوان منافق، مفسد، محارب به دار میزنن. پس ما اول باید خودمون رو بیابیم. ما اول باید بشینیم کلامون رو قاضی بکنیم، قاضی بشیم، دادستان بشیم، موکل بشیم، ببینیم ما کجا ایستادیم تو زندگیمون. افراد بالغ فکری و آزاداندیشی که برای رسیدن به حق انتخاب نتوانن به اصطلاح اقدام بکنن، اونا شجاع و آزاداندیش نیستن، نمیذاره رژیم باشن. تنها راه ما برای مقابله با این رژیم آدمخور، آدمکش، بی‌لیاقت، کثافت، حرومزاده، مشتی آخوند دیوس و مکلاهای پفیوز بیشرف و بیناموس و یه مش سردارهای سپاه، اینا همون چاقو کشا و عربده کشای میادین، میدونای تره‌بار و نمیدونم این حرفا بودن، زورگیر بودن، قاپدوز بودن.
این دیوس ها، من حتی اعتقاد دارم تمام اینایی که سرداران سپاه هستن بچه هایی هستن که تو خیابون اول دوم شهر نو قلعه سابق به دنیا آمدن. مگه میشه اینقدر آدم ناایرانی باشه، اینقدر پس فطرت باشه، اینقدر دزد باشه، اینقدر بی‌شرف باشه؟ دونه دونه‌شون رو محاکمه میکنیم، نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. دیوس‌هایی مثل شهرام همایون ببخشیم، فراموش کنیم، آخوندها رو بغل بکنیم، روحانیت رو برگردونیم تو مساجد. در آینده ایران، پارلمان ایران نصفش باید علمایش بابا چجوری بگیم شما مزدورین، کثافتین، حرومزاده این، بی پدر و مادر این، زنازاده این. زن، زندگی، آزادی، انقلابش چرا شکست خورد؟ همین رسانه های دیوس فارسی زبان شکستش دادن. به باور من مادامی که یک تشکیلاتی نتونه عرصه سیاست رو پس بگیره، نمیتونه هیچ تغییری در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی به وجود بیاره. اگر ما بر عرصه سیاست تمرکز نکنیم، اگر جامعه شناسی مردممون رو، مسائل اجتماعی مردممون رو، کمبودهای مردممون رو درک نکنیم، از پس این رژیم کثافت بر نمیایم. اون وقت باید بشینیم آمریکا و اسرائیل بیان اینا رو بزنند، یه چلبی سازی بکنن، یه نفر رو دوباره با کت شلوار و کروات یا با چارقت مارکسیست لنینیستی، با لباس های مارکسیست لنینیستی، اسلحه به دست تو خیابون دوباره فریاد علی حسن حسین و این بازی ها رو بکنن، آشورا تا سوها بر ما بگیرن. در نتیجه نباید عرصه سیاست رو به دلایل غیر معقول به دست رژیم کثافت اسلامی بسپاریم. دیگه زمان رسیده تمام سعی و کوشش من بده به سونهام و بچه های دهه 80 90 در درون ایران و به زودی کارهای کارستان در درون ایران شروع خواهد شد. اینو به شما قول میدم. اونایی که هی میگید آقای سکویی برنامه‌تون چیه؟ آقای سکویی شما بیایید بگید چه کارزارهایی رو میخواید، خفه خونه مرگ بگیرید پدر سگای حرومزاده. همتون مزدورایی که صافت بی پدر و مادر زنازاده این رژیم هستید. هموطنان عزیزم، روی ماهتون رو میبوسم. دستهای نازنین دختران و زنان کشورم رو از این لس آنجلس در چند صد متری اقیانوس آرام میبوسم. پیشونی بلند مردان نازنین کشورم رو که ایرانگرا هستند، وطن پرست هستند، دل در گرو ایران هستند رو هزاران بار میبوسم و با فریاد مرگ بر کلیت و تمامیت رژیم کثافت خونخوار اسلامی، درود به شرف ملتم ایرانم و نهایتاً پاینده ایران، برافراشته باد پرچم شیر و خورشید سرنگ ایران. علی جان روم رو، سرودا رو بزنید، روم رو ببندید. چشم. یادم نره امروز حقیقتا من وقتی جناب سهیل معزبان اینجا نیست، انگار نصف بدن من، سیستم من کار نمیکنه. به قدر این مرد رو دوست میدارم که وقتی غایب هستند در یکی دو روز گذشته احساس تنهایی میکنه. امیدوارم هر کجا که هستن سلامت باشن. دلم بسیار برای مهرداد عزیزم تنگ شده که ایشون هم در تعطیلات در جزایر هاوایی به سر میبرند. این فقط سعید سکویی است که باید بشینه هر روز دستش رو روی سینه های مهربان شما بذاره، رو قلباتون، و بگه I love you، خیلی دوستتون دارم. بفرمایید علی جون. چشم. علی جان یه لحظه قبل از که پخش کنی دکتر سکویی، از ادب دارم، سپاسگزارم بابت کوروش دعوتی جان که خیلی کردی. عذر میخوام، عذر میخوام. خواهش کنم. بیا عزیزم صحبت بکن، قربونت برم. صحبتی ندارم دکتر، من به احترام دعوت شما اومدم بالا، چقدر لطف شنونده کردی، شما بودم. مرسی، چقدر ممنونم، لطف کردی. سپاسگزارم. شما رو بسیار دوست میدارم. خوش آمدی. علی مرسی. جان بفرمایید. چشم.